همداران عزیز سلام علیکم. امروز 14 اپریل سال 2025 می باشد. قرار داریم در ولایت سوخت ناحیه باباجان غفوروف منطقه پلاس. من آمده خبر گرفتم چهارمغزهایی که از من خریداری کرده شده بود در بالای من همین یک 4 گکتار زمین و با 2 گکتار دیگر در پشتش است. من همینا آمده خبر گرفتم که همین چهارمغزهای من چه خیلی است. چهارمغزها خدا با شکر با شکفتن سر کردم. یعنی این سال دیرتر شده لیکن منم با شکفتن سر کردم. همش گرفته است و من دیگرش روم حاضر نشان تیم دیگراشا. من ببینید 100% بسته است، بر کرده است. هرچندی که بلندتر بریده شده است. این باید که پایانتر 40 سانتی متر بریده میشد. حاضر 1 متر موندگیان 80 سانتی متر 1 متر مونده شده است. این در روزی بعد من مصلحت دادم که پایانتر برن، چون که این تکنولوژیش همین خیلی انواعش ببینیم. موضوع من اینش هم بر کرده است. اینش هم بهترین خلاصه گپ همش بر کرده است. همش بر کرده است. پیش و قفا عقبش ناپومچک شده است. این چهارمغزها چند لیره می باشد. ما این رو ببینید. این چهارمغزهای چند لیره می باشد و این رو ما از ترکیه آوردیم. بهترین چهارمغز می باشد. ببینید همین خیل من ها بر کردگی هستند. ببینید همدوران عزیز، خدا خواهد سال آینده هم میبیاریم کدامی چهارمغز کردنی باشد، پلانتاسی چهارمغز کردنی باشد، با ما مراجعت میکند. ما با آنها چهارمغزشون رو میبیاریم، دسترس میکنیم. من همینجا تگش پیاز کوریدگی عصبه به اون که سیر آب میکنن همش میگیرد. همش میگیرد اگر سیر آب کنید. ولی با من روی میکنن ای چهارمغز نگرفت، اینش نگرفت. او چی با میگیرد که من خودم با گرفت است برای که سیر آب میکنن. سیر آب کرده همه چی میگیرد. آب که ندادید نمیگیرد. همدوران عزیز مرا مرحمت با ما مراجعت کنید. سال آینده ماه دکبر با شما چهارمغز میبیاریم. 6 به 6 میشنونید چهارمغزهای چند لیره رو و از این چهارمغز شما برکت مییابید. حال ما امروز خدا خواهد بود دیگر جا میرم. چهارمغزی که الکی در بحر در آمدگی بود و با ما مینداره بسیار بیان کرده بودن. ما همین سال باید رویم همین روز همون رو تماشا کنیم. همدوران عزیز منم خیلی چهارمغز دینا من پیستازور رو نشان دادم. پیستازوری ما اول 4 سال پس گل کرد و حاضر چهارمغز رو من ببینید کشودش شده است. من حاضر من مصلحت دادم که اینو کوتاه کنن و با شکل در رویش دیگر می شود. اینش ببینید بر کرده است. همدوران عزیز هم خیلی همش بر کردگی نوشتم بر کردگی من ببینید. دیدید هم خیلی همش بر کردگی 100% چهارمغز چسبیده است. همدوران عزیز در پناه خدا باشید، مرحمت مراجعت کنید. ما سال آینده با شما زکات کنید. چهارمغزهای چند لیره رو میبیاریم تا اینکه این چهارمغزها اینتنسیوی صبح میروند. 6 به 6 میشنونید. با مانند چهارمغزهای محلی 10 به 10 نمیشنونید و هست برادرانی که اینتنسیوی نکنید گفته خلق رو با گمراهی میبرن. لیکن نه، اینتنسیوی کنید. محصولات رو بسیار تر گیرید. عمر کوتاه است. همدوران عزیز در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.